به نام خدای مهربان، بیننده های عزیز، دانشجویان گرامی، سلام و درود بر شما. وقت شما بخیر، انشاءالله که خوب، سالم و صحتمند باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. باز هم در خدمت شما هستیم و شما خوش آمدید میگم به مضمون اصول مدیریت از دانشکده مدیریت و رهبری. امیدوار هستم که تا آخر برنامه با ما باشین و از داشته های علمی برنامه نهایت استفاده ببرین. دوستان نهایت عزیز، در جلسه هفتم خدمت شما عزیزان قرار دارم و موضوعاتی که قرار هست انشالله با شما در این جلسه مرور بکنیم و بخوانیم و یاد بگیریم خدمت شما میگم. موضوعی که در جلسه هفتم در نظر گرفتیم برای شما به سلسله موضوعات مدیریتی بحث برنامه ریزی هست. اصول اداری و همون وظایف اداری که خدمت شما گفته شد، یکی از او وظایف و مهمترین از اونها همون برنامه ریزی بود که در جلسات گذشته هم خدمت شما یادآور شدیم. و حالا بحثی که در جلسه گذشته گفتم روی کاربردی شدن علم مدیریت، ما و شما دیگه کم کم داریم وارد میشیم به او عرصه و انشالله شما هم با این موضوعات آشنا بشین و کم کم در امور کاری خود از او استفاده بکنیم. اهدافی که برای جلسه هفتم در نظر گرفته شده، اولین آشنایی با فلسفه و اهمیت برنامه ریزیه و دوم آشنایی با مفهوم برنامه ریزی و ماهیت برنامه ریزی. این دو هدف برای شما عزیزان انتخاب کردیم و روی چند موضوع یا روی چند مطلب انشالله فهرستوار خدمت شما بیان میکنیم. اولین فعالیت یا اولین موضوعی که ما و شما در این جلسه قرار هست که داشته باشیم یک سنجش و ارزیابی هست. ما قرار یک خودسنجی داشته باشیم، ببینیم که در جلسات گذشته موضوعاتی که فرا گرفتیم آیا به یاد ما هست یا نیست، که اون خدمت شما باز چند سوال مطرح میکنم ببینیم که کدام عزیز ما پیش خود این موضوعات رو تحلیل میکنه. دوم مبحث مقدماتی ما خواهد بود در مورد فلسفه برنامه‌ریزی، ضرورت برنامه‌ریزی، تعریف برنامه‌ریزی، اهداف برنامه‌ریزی و اولویت‌های برنامه‌ریزی. فهرست مطالب ما هست. بریم به سراغ بحث سنجش و ارزیابی. دوستان نهایت عزیز، 3 سوال خدمت شما داده شده. من امیدوار هستم که این 3 سوال شما حتما پیش خود یادداشت بگیرین همین لحظه و پاسخی هم بدین. اگر حال نشد نهایتا بعد از برنامه این کار بکنین، یک خودسنجی ما داشته باشیم از خود و از آنچه که یاد گرفتیم. اولین سوال اصول مدیریت نام میبرین. دومین هدایت و کنترل از جمله وظایف مدیریت محسوب میگردد یا مهارت ها. جلسه قبلی اتفاقا در مورد وظایف مدیریت و مهارت ها صحبت کردیم. به ما بگین که هدایت و کنترل مربوط به کدوم بخش میشه. بسیار کوتاه هم هست. و سوم خوبه که سازمان هم یک تعریفی بکنیم ببینیم که چقدر بیاد شما عزیزان هست. شما عزیزان میتونید البته جواب اینا رو هم برای ما از طریق کانال تلگرامی یا آدرس تلگرامی که زیرنویس تلویزیون ها و نمایشگرهای شما میشه برای ما ارسال بکنین. شخصا خیلی خوشحال میشم ببینم که چقدر ارزش میدین به این مضمون و به این برنامه. خب حالا میریم به سمت بحث برنامه ریزی. فلسفه برنامه ریزی به عنوان یک نگرش و یک راه که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه، تفکر آینده نگر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم مداوم می باشد. ببینید دوستان عزیز، اگر یک مروری بر سیر تاریخی و رشد اجتماعی بندازیم، پیش خود یک تصور داشته باشیم که 100 سال گذشته چگونه مردم زندگی میکردن، هزاران سال گذشته چگونه زندگی میکردن، به این پی میبریم که واقعیت امر این هست که در زندگی ما نیاز داریم یک سری کارهایی که داریم انجام میدیم پیش بینی بکنیم و همین پیش بینی کردن ما و همین انتخاب راه، انتخاب یک کار، انتخاب یک فعالیت ما میتونیم اسم بگذاریم برنامه ریزی. حالا کم کم دانش
رشد میکنه، کم کم اجتماع حالت ایستای خود بیرون میشه و حالت پیچیدگی به خود میگیره و همزمان سازمان هم که یک مجموعه و یک نهاد اجتماعی کوچک هست، این هم داره رشد میکنه و پیچیدگی های خاص خود میگیره. ما نیاز داریم که یک سری کارهای از قبل پیش بینی بکنیم، یک سری کارهای انتخاب بکنیم از قبل از اینکه یک راهی بریم. حالا اگه ببین فلسفه برنامه‌ریزی، ما قرار هست که یک کار انجام بدیم که تضمین بکنه آینده سازمانی ما، آینده کاری ما. همین تضمین کردن این فلسفه برنامه‌ریزی هست. ما نیاز داریم من حیث یک کارمند، من حیث یک مدیر، من حیث یک رهبر، فاکتورها، اصول و یک سری شیوه های انتخاب کنیم که تضمین شده باشه تا ما به هدف برسانه. و این شیوه ها حاصل تفکر، حاصل تحلیل و بررسی گذشته و حال و آینده سازمان هست. بنابراین برنامه ریزی که امروز قرار هست در برنامه با شما روی صحبت بکنیم، جزء لاینفک و این غیر قابل جدا از مدیریت هست و هیچگاه، یعنی میشه گفت مدیریت با واژه برنامه ریزی معنا میگیره برای خود. بنابراین این ما میگیم فلسفه برنامه ریزی. حالا در بحث بعدی ضرورت برنامه ریزی هست. چقدر ما نیاز داریم و چی ضرورتی به برنامه ریزی وجود داره؟ پیتر دراکر میگه فرق بین مؤثر بودن یعنی چی؟ یعنی انجام کارهای درست و کارایی درست انجام دادن کارها تفاوتی وجود داره. ببینید چقدر زیبا ما فرق متوجه شدیم. یکی اینه که ما یک کار داریم انتخاب میکنیم، یک فعالیت داریم انتخاب میکنیم. این خیلی مهمه که این فعالیت ما فعالیت درسته باشه. خیلی وقتها هم ما فعالیت درست رو انتخاب کردیم اما درست اجرا نکردیم و این جدای از او هست، بحث کارایی و بحث مؤثر بودن. عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی برنامه ریزی را به صورت یک ضرورت انکارناپذیر در تمام نهادها در آورده است. ببینید دوستان عزیز، قبلا هم به شما گفته شده فرق یک سازمان با سازمان دیگه زیاده، از لحاظ اهداف، از لحاظ منابع، از لحاظ کارمندها، از هر جهت سازمان ها با هم دیگه متفاوتن. سازمانی که حتی مثلا میگیم سازمان صحی، یک سازمان تعلیمی خدماتی، پارسال چه اهدافی داشته، امسال چه اهدافی داره. تغییرات باعث میشه که ما ضرورت پیدا بکنیم به برنامه ریزی. دوستان عزیز، همین تغییرات درست سازمان صحی تا سازمان تعلیمی تا یک سازمان امنیتی تا یک سازمان اجتماعی همه با هم دیگه متفاوته. یک ضرورت که نیاز هر کدام برنامه ریزی های متفاوت خود داشته باشه. از جهت دیگه یک سازمان، امسال سازمان تا سال بعد سازمان برنامه ها متفاوت میشه. چرا؟ چون هی تغییرات میایه. این تغییرات در هدف هست، این تغییرات در محیط هست، این تغییرات در نیاز هست، این تغییرات در ظرفیت کارمندا هست. هر کدام از این تغییرات ضرورت برنامه ریزی برای ما و شما چیکار میکنه؟ ایجاب میکنه. و در کنار از او همون گونه که پیتر دراکر میگه برای ما باید مؤثر بودن کارها تا کارآمد بودن کارها در نظر داشته باشیم، تفاوت‌ها رو در نظر داشته باشیم، یک فعالیت درست انتخاب کنیم و او درست انجام بدیم. این ضرورت برنامه ریزی هست. حالا وقتش هست که بیایم با شما برنامه ریزی تعریف بکنیم. برای دست یافتن به هدف مورد نظر باید قبل از تلاش فیزیکی و یا اقدام به انجام کاری تلاش ذهنی یا برنامه ریزی کافی صورت بگیره. بیایم با شما یک مثال خیلی کارآمد که شاید روزانه با او سر و کار داشته باشیم بیان بکنیم. شما دوست دارین برین به تفریح، جای دورتر ما این برین، شاید جای نزدیکتر خواسته باشین برین. حالا
رفتن شما به اینجا شما رو به تفکر وامی داره، شما به تلاش ذهنی وامی داره، به یک برنامه ریزی. کجا قرار هست بروم، چگونه بروم، چند ساعت قرار اونجا بمانیم، چی باید بخوریم، چی باید بنوشیم، چه نیازهایی وجود داره، چه چیزهایی باید خریداری بکنیم، چه کسانی قرار هست برن. یک سری سوالاتی برای شما خطور میکنه در ذهن شما که باید به تک تک این سوالات شما چیکار کنین؟ جواب بدین. اگر نه نمیشه بدون برنامه ریزی. ما میخواهیم بریم به مثلا یک جای دوری به تفریح، موتر درستی وجود نداره، موتر کافی وجود نداره، افراد زیاد شدن، غذا قرار هر چی بخوریم، نگاه میکنین قرار مثلا 8 صبح حرکت کنین، مجبور میشین شما ساعت 12 ظهر حرکت بکنین تا اون نیازها و یا سوالهایی که قبلا در ذهن شما بوده متاسفانه جواب نداده بودین و ذهن شما تلاش خاصی یا برنامه‌ریزی خاصی برای این برنامه انجام نداده. حالا برنامه‌ریزی قبل از هر کاری که شما خواسته باشین انجام بدین باید انجام بشه. کوچکترین کاری انجام نمیدین تا زمانی که برنامه ریزی دقیقی داشته باشین. حالا جزئیات این تعریف رو با شما ببینیم. 1. تعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به آن. خب هدف شما از این برنامه چی هست؟ 1. ما این یک فعالیت رو انجام بدین، یک کار انجام بدین، هدف شما چی هست و چی راههایی پیدا کنه که من به این هدف برسانه. 2. تصمیم گیری در مورد اینکه چی کارهایی باید انجام بدیم. شاید راههای متعددی پیش روی شما بیایه که شما نیازی رو انجام بدین. خب باید تصمیم گیری درستی داشته باشین کدام کار باید انجام بشه تا من زودتر به هدف برسم، ساده تر باشه، راحت تر باشه و کارآمدتر باشه. 3. تجسم و طراحی وضعیت مطلوب. ببینین شما قرار هست هدف برای خود تعیین بکنین، فکر کنین به هدف رسیدین، چه چیزی قراره به دست بیارین، این تصور از این باید داشته باشین، این باید ترسیم کنین که من با انجام فعالیت ها و انجام یک سری کارها به چنین چیزی دست پیدا میکنم. و 4. طراحی عملیاتی که موضوعی را بر مبنای شیوهی که از پیش تعریف شده تغییر بده. ببینید گاهی وقتا بعضی فعالیت‌های داریم که باید یک سری اهدافی هم داریم، یک سری برنامه فعالیت‌های هم داریم. ما باید به گونه این فعالیت‌ها تنظیم بکنیم که ما رو به هدف برسونه. گاهن همین فعالیت‌ها باید دگرگون بشه، باید تغییر بکنه. خلاصه فعالیت‌ها باید همگی از قبل روش فکر شده باشه و تلاش ذهنی و برنامه‌ریزی ما درست انجام شده باشه که اگر یک زمانی به مشکل میخوریم بدیلی داشته باشیم و آنچه که از پیش فکر کرده بودیم، آنچه که هدف گذاری کرده بودیم بتونیم با این فعالیت ها به او دست پیدا بکنیم. نوبت این هست که خب اهداف برنامه‌ریزی را هم بدانیم. اصلا چی هدفی دارد؟ چی هدفی باید دنبال بکنیم از برنامه‌ریزی؟ متاسفانه یک واقعیت رو باید ما بپذیریم که گاهن بعضی افراد فکر میکنن برنامه ریزی این هست که همه چیز در ذهن ما باشه. قرار است این کار انجام بدم، هدف من این چیزه، این کار میان 10 تا فعالیت در ذهن خود او ترسیم میکنن، انتخاب میکنن، برنامه ریزی به صورت اصولی از او انجام نمیدن. بعد وقتی که کار در حال انجام هست یک جای خلا پیدا میشه، یک جای بندش پیدا میشه، مانع پیدا میشه و در کل یک جایی میبینین که مجبور میشیم دوباره تمام کارهای خود از سر انجام بدیم. خب حالا اهمیت برنامه ریزی عین همون بحث تفریحی که به شما گفتم. حتی بیم یک مثال کاملا کارآمدتر و چیزی که شاید همیشه و هر روز و هر شب به او درگیر باشیم. برای شما قرار است مهمان بیایه، شما قرار هست یک لیست خرید داشته باشین. این لیست خرید حتما با خانه مشورت میکنین، برای کسی که داره آشپزی میکنه لیست مینویسین، میریم بازار خریداری میکنین، برمیگردین به خانه میبینین که 2 قلم بمانده. پس مجبورین شما دوباره حتی مهمان در خانه تنها بگذارین، به او رسیدگی نکنین، برین دوباره خریداری کنین. این حاصل برنامه‌ریزی دقیق نیست. برنامه‌ریزی دقیق اینه که وقت بگذارین، بنویسین، تفکر کنین،
الف تا به یا، 0 تا 100 کاری که ما این انجام بدین در نظر داشته باشین تا بتونیم به اون هدف برسیم. حالا اینجی برنامه‌ریزی هدف داره. اولین هدفش چی هست؟ افزایش جنبه‌های اقتصادی مقرون به صرفه بودن. خب ما باید جنبه‌های اقتصادی هر برنامه در نظر داشته باشیم تا در او اسراف نشه، تا بتونیم با بیشترین فعالیت کمترین مصارف داشته باشیم. یک مقوله در مدیریت وجود داره که با کمترین امکانات بیشترین هدف رو به دست بیاریم یا بیشترین دستاورد داشته باشیم. ما باید مقرون به صرفه باشیم، مقرون به خساست نباشیم، مقرون به سختگیری مالی نه، بلکه باید به گونه ما مدیریت اقتصادی داشته باشیم که در همین برنامه ریزی بیایم ببینیم که برنامه چقدر میتونه از لحاظ اقتصادی برای ما هزینه داشته باشه و راه ها و شیوه های همین مقرونه به صرفه بودن یا نزدیکی به صرفه جویی حتما داشته باشیم که در او اسراف نشه و سازمان ما، برنامه ما پرهزینه نباشه. افزایش احتمال رسیدن به هدف از طریق تنظیم فعالیت. فعالیت های در نظر گرفتین، هدف شما از برنامه ریزی این هست که همین فعالیت هایی که دارم انجام میدم احتمال بسیار زیاد مر به هدف میرسانه. طبیعتا تغییرات وجود داره، موانع وجود داره، بندش ها وجود داره، اما با برنامه ریزی ما میایم این موانع پیش بینی میکنیم، فعالیت ها خود طور تنظیم میکنیم که احتمال به رسیدن برای ما بالا میبره و افزایش میده. تمرکز بر روی مقاصد و اهداف و احتراز از تغییر مسیر. خیلی وقتا شاید شما عزیزان برخورده باشین، دیده باشین، حتی در زندگی تجربه کرده باشین که دارین به سمت یک هدف میرین، در وسط راه از هدف دور میشین، راهی دارین میرین مجبور میشین به یک راهی برین که شما رو از هدف دور میکنه. و یا گاهی وقتا میگین که کاری که من انجام دادم مناسب به سازمان نبود و من از اهداف جلوگیری کرد یا من دیرتر به هدف سازمانی رساند. حالا همین برنامه‌ریزی باعث میشه که شما به صورت درست از قبل تعیین شده تمرکز داشته باشیم بر روی هدف و راه‌ها و فعالیت‌ها و تمام شیوه‌هایی که برای سازمان و برای برنامه‌های خود در نظر می‌گیرین بر روی هدف شما تنظیم شده باشه و کاملا متمرکز باشه و شما از تغییرات ناگهانی چیکار میکنه؟ به دور میکنه. و قضیه سوم و چهارم تهیه ابزاری برای کنترل. حالا در سلاید بعدی ما و شما میایم مطرح میکنیم هر برنامه ریزی یک کنترل به کار داره. زمانی که شما برنامه ریزی میکنین یک سری ابزار پیدا میکنین که اون کنترل بکنین تا به انحراف نره، به مسیر اشتباه نره. وقتی شما برنامه ریزی میکنین از قبل و هدف شما از برنامه ریزی باید چنین چیزی باشه که شما بتونین کنترل از فعالیت ها داشته باشین، کنترل برای رسیدن به هدف داشته باشین، افراد رو کنترل کنین، کارهای اینا رو کنترل بکنین، مصارف اینا رو کنترل بکنین. این 4 هدف از برنامه ریزی ما و شما و همدیگه حال مطالعه کردیم. خب میریم با شما به سراغ اولویت برنامه ریزی. خب ما 5 مبحثی داشتیم در اصول مدیریت که میتونیم بگیم جزء وظایف و اصول مدیریت هست. یک برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و سرپرستی و کنترل و بسیج منابع که قبلا خدمت شما گفتیم یا فرماندهی. خب خود برنامه ریزی قبلا هم به شما گفتم که واژه مدیریت با برنامه ریزی معنا پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی برنامه ریزی شالوده ای از مدیریت هست. در قدم اول شما من حیث یک مدیر در سازمان باید چیکار بکنین؟ برنامه ریزی بکنین. تا برنامه نباشه هدایتی نیست، تا برنامه نباشه مصرفی نیست، تا برنامه نباشه سرپرستی و فرمان دادن و بسیج منابعی وجود نداره. پس نیازه که در قدم اول یک برنامه ریز خیلی خوبی باشیم و اینجی برای شما در این تصویر آمدیم اهمیت برنامه ریزی چیکار کردیم؟
برای شما بیان کردیم. روی نمایشگرهای خود میبینید حصه بسیار زیادی از این دایره و از این محیط برنامه ریزی گرفته و در صدر هم هست. اگر هرم فکر کنیم که هرم هست، در صدر هرم هست. مانند مدیران عالی که ما قبلا هرم مدیریت یا سطوح مدیریت را داشتیم، برنامه ریزی از اهمیت و اولویت بسیار بالای برخوردار هست و گفتیم که شالوده مدیریت هست. و بعد از او بحث کنترل مطرح میشه، بحث سازماندهی، بسیج و سرپرستی. فراموش نکنیم البته ای که برنامه ریزی همراه با کنترل چی میشه؟ در یک مسیر حرکت میکنن. یعنی وقتی شما برنامه ریزی میکنین کنترل نکنین، برنامه شما نمیتونه نتیجه بده. اما وقتی کنترل میکنین، پس برنامه ریزی در کناری و کنترل با همدیگه یک جا باعث میشه که شما روی فعالیت ها و روی اهداف سازمانی تمرکز داشته باشید. با شما اولویت های برنامه ریزی هم خواندیم، تعریف برنامه ریزی خواندیم، بحث اهداف و فلسفه و عرضم خدمت شما ماهیت همه چیز در قسمت برنامه ریزی خواندیم و در جلسه بعدی انشاءالله میایم انواع برنامه ریزی مطالعه میکنیم. شما عزیزان میتونین اگر خواسته باشین البته برنامه بازبینی بکنین یا با دوستان خود به اشتراک بگذارین که از برنامه استفاده بکنن و از این فرصت پیش آمده استفاده بکنن، سریع به کانال یوتیوب ما بزنید و اگر سوال داشته باشین به آدرس تلگرام ما پیام بگذارین. ممنون شما. امیدوار هستم که استفاده از از برنامه و مطالب برنامه برده باشین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارشون.